سلام به روی ماهتون، روز و روزگارتون خوش عزیزان. قراره که امروز یک کاور دستمال کاغذی با هم دیگه یاد بگیریم که خیلی خوشگل و تزیینی هستش و میتونیم برای اتاق خودتون یا اتاق بچه ها ازش استفاده بکنیم. خب وسایلی که نیاز داریم یه بسته دستمال کاغذی هست. اگر از اینها هم نشد بچه ها از اون قوطی هایی که استفاده میکنیم از اون باشه هیچ مشکلی نداره دیگه. طبق سلیقه خودتون میتونید که انتخاب کنید که روی چه دستمال کاغذی کاور قراره که ببافید. خب بعد نیاز داریم به کاموا اگر ضخیم باشه یکم کلوفتر باشه بهتره، چون من این لیبلشو گم کردم نمیدونم اسمش چیه. و یه دونه هم قلاب مخصوص اون کامواتون رو بردارید و بیارید. اولین کاری که قراره انجام بدیم به اندازه ببینید طول دستمال کاغذی ما قراره که زنجیره بزنیم. خب ببینید بچه ها من زنجیرم رو زدم، اندازه که میگیرم تقریبا داره اندازه میشه و 46 تا برای من نیاز بود، ولی شما باید اندازه بگیرید. خب حالا 2 تا هم قراره که زنجیره اضافه بزنیم چون قراره با پایه بلند ببافیم. خب 2 تا زنجیره به عنوان پایه بلند میایم از سومی شروع به بافت میکنیم. داخل هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پایه بلند میبافیم تا آخر. خب بچه ها رسیدیم آخر رد. الان 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره برمیگردیم بازم با پایه بلند ساده بافی میکنیم. این رفت و برگشت تا جایی ادامه پیدا میکنه که به اندازه این قسمت عرض شما بافته باشین. ببینید بچه ها من به عرض این کاغذ دستمالی کاورش رو به این صورت بافتم. خب دقیقا الان روی عرض رو پوشوندم. حالا میام چیکار میکنم؟ دقت کنید این قسمت رو 2 تا زنجیره میزنم. این دفعه قراره که عرض کار رو ببافم. داشتم طولش رو میبافتم، الان میام عرض کار رو میبافم. خب اینجا یه نکته‌ای که باید دقت کنی اینه که از این به بعد داخل هر گوشه شما باید 2 تا پایه بلند ببافید. این اولین گوشه بود، من 2 تا زنجیره رو زدم، یه دونه هم کنارش پایه بلند بافتم. حالا میام داخل این پایه بلند ها از عرض یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. ببینید داخل هر حفره‌ای که دارم اینجا من یه دونه پایه بلند میزنم، میبافم تا برسم به اون یکی گوشه. این رو ادامه میدم تا برسم به این گوشه. خب بچه ها ببینید الان من رسیدم این گوشه. همونطور که بهتون گفته بودم این گوشه بچه ها من میام 2 تا پایه بلند میبافم. پس به این نکته حتما دقت کنید. بعد اینکه بافتم دوباره میام طول این قسمت رو میبافم، یعنی روی هر کدوم از این پایه هام یه دونه پایه بلند میزنم. خب دختر رو ببینید من طولش رو بافتم، دوباره رسیدم به این گوشه. این گوشه گفتم که قراره که 2 تا پایه بلند ببافین توی یک پایه. بعد اینکه 2 تا رو بافتم دوباره میام به قسمت عرض. خب حالا باز دوباره توی این گوشه هم من 2 تا پایه بافتم. دقت کنید که تعداد اینجا با این یکی قسمت یکی باشه و بعد شروع میکنم باز هم طول این یکی قسمت رو میبافم. خب حالا این سمت رو هم بافتم، کنار این 2 تا زنجیره دوباره یه دونه اینجا پایه بلند میبافم و بست میزنم به اولین زنجیرم. اینجا به سومی میشه دیگه، البته دومی. خب به این زنجیره‌ای که زده بودم بست میزنم اینجا. خب بچه ها به این صورت بست میزنم. خب حالا قراره که چیکار کنین شما؟ این تقریبا قالب کار ما هسته. دستمال کاغذیمون رو اینجا میذاریم. ببینید قشنگ الان فیکس میشه. ببینید نشست روی این قسمت. خب و میای همین رجی که بهتون آموزش دادم رو تا ارتفاع این قسمت میبافین، یعنی همین رو ادامه میدین تا برسه به این ارتفاع، به این قسمت. خب اینقدر دیگه میبافیم
تا برسه به اونجا. خب بچه ببینید الان کاملا ارتفاع رو من بافتم. حالا میام نخم رو کات میکنم. نخ رنگ جدیدم رو حالا هر رنگی که بود برای شما اینجا من وصل میکنم. خب دقت کنید اینجا رو من میام اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت داخل همون پایه‌ای که زنجیره زده بودم 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4. حالا میام 2 تا پایه رد میشم، 2 تا پایه رو نمیبافم. 1 2 میرم داخل سومی یک پایه کوتاه میزنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو نمیبافم، رد میشم، میرم پایه سومی یه دونه پایه کوتاه میبافم. این کار رو من تا آخر ادامه میدم. خب ببینید یک پایه کوتاه 3 زنجیره، 2 تا پایه رد شدم، دوباره پایه سوم یک پایه کوتاه زدم و تا این قسمت تموم شد. میریم برای رج بعدی با همین رنگ سبزمون. بستمون رو زدیم، آماده ایم برای بافت. برای بافت میایم داخل این حفره‌ای که ایجاد شده یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. خب به سومی اینجا وصل میکنیم به این صورت. بعد 3 تا زنجیره میایم داخل همین حفره‌ای که داشتیم میبافتیم یه دونه باز پایه کوتاه میبافیم. این کار رو تا آخر ادامه میدیم. الان میریم حفره بعدی، دوباره یک پایه کوتاه، 7 تا زنجیره به سومی وصل میکنیم، 3 تا زنجیره دیگه میزنیم، دوباره میایم همینجا یه پایه کوتاه میبافیم. خب دختر ببینید قشنگ تا اینجا من همه 2 تا دورش رو بافتم. حالا بریم برای ادامه بافت. با سوزن بچه ها این نخ سبز رو داخل بافت مرتب پنهون کنین. برای زنجیره های دورش بچه ها به تعدادی که نیازه باید زنجیره بزنیم، مقداری که برای پاپیون هم بمونه. از پشت کار رو در بیارین و از این قسمت دوباره رد کنین به این صورت تا آخر با فاصله 5-6 تا پایه. خب ببینید بچه ها به این شکل آماده میشه. من زنجیره هام رو 150 تا کردم. برای بافت گل‌های دورش ما میایم، من از نخ اکریل استفاده میکنم، دولا کردم. این نخ صورتی رو وصل میکنیم به این حاشیه ها. خب از پشت میاریم 12 تا زنجیره میزنیم. خب چون قراره که پای بلند ببافیم 3 تا زنجیره رد میشیم، 1 2 3 میریم داخل چهارمی. داخل چهارمی ما 3 تا پایه بلند میبافیم. 3 تا پایه که داخل چهارمی بافتیم بعد شروع میکنیم داخل پنجمی باز 3 تا پایه بلند بافیم، داخل ششمی 3 تا پایه بلند. یعنی این کار رو تا آخر تکرار میکنیم که میشه 9 بار. 9 بار داخل هر کدوم از این زنجیره ها 3 تا پایه بلند میبافیم. وقتی که این کار تموم شد 3 تا زنجیره میزنیم و میایم یه دونه بست میزنیم داخل همین قسمت. خب به این صورت نخ رو که کات کردیم با سوزن چند تا کوک میزنیم که این محکم بشه. ببینید به این شکل کامل چند بار با سوزن اینو محکم میکنیم. بعد قراره که شما از این گلا دور تا دورش رو بزنید. حالا اگر میخوایم پرپشت باشه گلهاش اختیاری، کم پشتم باشه اختیاری. با 3 تا فاصله بزنین یا 4 تا فاصله مناسب است. 4 تا از این حاشیه رد بشین و دوباره از این گلها ببافین دور تا دور. خب بچه الان برای بند این گلی که میخوایم ببافیم میایم به این اولین زنجیره بند اتصال میدیم و 3 تا زنجیره میزنیم. حالا شروع میکنیم داخل همین پایه‌ای که زنجیره زدیم 6 تا پایه بلند میبافیم. 6 تا پایه بلند داخل یک پایه بافتیم. حالا این رو به رومی برمیگردونیم، اینجوری برعکس برمیگردونیم که روی کار بیفته جلو و اولین زنجیره ما اتصال میدیم. بعد اتصال 3 تا زنجیره میزنیم. خب میایم پایه بعدی لبه جلوش رو میگیریم و اینجا اتصال میزنیم. دوباره 3 تا زنجیره میبافیم، لبه جلوی پایه بعدی رو میگیریم، یه شلال میزنیم.
دوباره تا آخر، یعنی 6 بار باید این کار تکرار بشه. نخ رو کات میکنیم و تمیزکاریاش رو انجام میدیم. خب بچه ها کارمون تموم شد.